اولین روز سال نو رو مردم ونکوور اینجوری شروع میکنن. اسم مراسم هست شنای خرس قطبی. روز اول سال و مردم میان با ترسشون روبروشن، حتی اگه پریدن تو آب یخه. رفتین تو آب؟ بله. من مریض میشم. من خیلی سوسولم. آره رفتم. رفتی؟ خیلی زودتر از اینکه همه برن تو آب. آره دیگه گفتیم تو شلوغی نریم الان. چرا؟ گفتیم می‌خواستیم یه تجربه 2 نفره داشته باشیم و یه چه ذره باحال. اولی. چندمی؟ شما چی؟ من نرفتم. سال بعد میری؟ سردم میشه نه. شما چی؟ پنجمی، ولی من لباسا رو نگاشتم. به عنوان یه مرد من نمیرم ولی خانمم میره، بعد من ضعیف‌ترم میشه. ما هیچ حرفی نداریم. قبول کردیم. باش کنار. قبول کردی ضعیف‌تری. 100%. فکر کنم خانم‌ها احتمالاً بدنشون مقاوم‌تره. تیپ خیلی خوبی زدی. قربون شما برم. امسال هم اومدیم که ثابت کنیم حضورمون پارسال شانسی نبوده. چقدر دوم خیلی سرد بود ولی که بدنش داغ میکنه اصلا. بعد الان مثلا میسوزه پاهای ما، الان مثلا آتیش گرفته زیر پا.